سلام، من پارسا هستم و در شهر استکهلم سوئد ساکن هستم. حدوداً 1 سال پیش دچار بحران مالی شدم تا اینکه مادر بزرگم صندوقچه‌ای رو بهم داد که از طرف مادر بزرگش و اون هم از مادرش که از نوادگان آقاخان نوری منصبدار ناصرالدین شاه بود به ارث برده بود. صندوقچه رو بهم داد تا شاید چیزی گرانبها در اون باشه و به درد من بخوره. اما به جز چند تا کتاب و یه تکه فلز که حکاکی عجیبی روی اون بود، چیز دیگه‌ای داخل صندوقچه نبود. چند روز بعد هم از جای دیگه‌ای بهم کمک رسید و در فروختن این کتاب‌ها تجدید نظر کردم. داستان یکی از این کتاب‌ها خیلی جالب بود که نوشته‌های دست‌نویسش رو عیناً برای شما میخونم. به نام خدایی که روزی منو میپذیره. من کرم هستم و امیدوارم که خاطراتم براتون جالب و عبرت آموز باشه. من ناشنیدنی هایی رو شنیدم و رازهای مگو رو میدونم و دیدم و شنیدم. من کشته شدن نوزادانی رو دیدم که هنوز پستان مادرشون رو نگرفته بودن. نابود شدن زندگی هایی رو دیدم به خاطر سرگرمی شاه و اطرافیانش و من هم یکی از اونها بودم. یکی از اون قربانی ها. وقتی که تازه 16 سالم شده بود مشکلات مالی زیادی داشتیم. یه خونه محقر قدیمی اجاره کرده بودیم و بیشتر از 7 نفر بودیم که داخلش زندگی می کردیم. خونه محقر که سالها بلا استفاده بود تا وقتی که دارالفنون تأسیس شد. صاحب خونه کسی بود که به خاطر توهین به شاه در حضور مردم اونو خواجه کرده بودن و به حرمسرای شاه فرستاده بودن. درس خوندن توی روستا مشکل بود و توی شهر تهران که به خاطر پایتخت شدنش و همینطور گسترش دارالفنون که فرصت درس خوندن رو حتی به بچه‌های معمولی هم داده بود، ما توی اون خونه در شهر تهران ساکن شدیم. البته درس خوندن توی دارالفنون هزینه زیادی داشت و پول زیادی میخواست. ولی من و چند تا از بچه‌های روستا به پیشنهاد کدخدا که نیمی از هزینه‌های تحصیل در دارالفنون رو تقبل کرده بود، با نفوذ یک تاجر که پسر خان قریه زرگنده بود در مدرسه دارالفنون تهران پذیرش شدیم. ولی من بعد از چند سال درس رو رها کرده بودم به امید روزی که دوباره شرایط خوب بشه و ادامه تحصیل بدم. به خاطر همین به روستا و خونمون برگشتم و به جای پدرم رفتم دنبال گوسفندا. اون روزا تازه چشم و گوشم باز شده بود و تازه داشتم مسائلی رو میدیدم و میفهمیدم که از کودکی تا اون زمان درک نکرده بودم. هرچی زمان میگذشت و بزرگتر میشدم، بیشتر محو و جذب لذتها و خوشیهای دنیا میشدم. مثل فرزندان میرزاها، خواجه‌ها و افراد دارای لقب که شاه این لقب‌ها رو به خاطر خوشخدمتیشون بهشون داده بود. البته به خاطر رابطشون با دربار مکنت مالی نداشتن. هر کدوم اسبی داشتن که بابتش به ما بدبخت بیچاره‌ها فخر می‌فروختن. اون روزا تازه گوسفندامون رو برای درمان بیماری پدرم فروخته بودیم و قسمتی از پولش رو چند تا گاو خریده بودیم که با این کار خیالم راحت شده بود که دیگه چوپانی نمی کنم. چون که معمولا نیازی نبود چند تا گاو رو به صحرا ببری. فقط باید از بیرون علف میچیدیم و کاه و جو جلوشون میذاشتیم. و البته این کارها رو هم مادرم با کمک پدرم که دیگه درمان شده بود انجام میدادن و من دیگه عملاً بیکار شده بودم. یعنی راحت و آزاد. گله گوسفندامون رو به کدخدای روستا فروخته بودیم. گوسفندای کدخدا اونقدر زیاد بودن که چند تا چوپان داشت. کدخدا خیلی آدم خوبی بود و حتی گوسفندای ما لازمش نبود. اما وقتی دید که پدرم بیماره و کسی هم نیست که گوسفندا رو به شهر ببره و بفروشه، لطف کرد و گوسفندا رو با قیمت خوبی از ما خرید و به گوسفنداش اضافه کرد. روستای ما کوهستانی و صعب العبور بود و فاصلش با تهران خیلی زیاد بود. تعدادی از اهالی هر چی که داشتن فروخته بودن و رفته بودن شهر و یا حداقل به روستاهای نزدیک تهران نقل مکان کرده بودن
تا شاید بچه هاشون سری توی سرای پایتخت و دربار شاه صاحب قران در بیارن. از طرفی دردسرهای عبور و مرور زیاد بود و اکثرشون به خاطر رفاه و امکاناتی که تازه توی پایتخت جون گرفته بود به اونجا رفته بودن. حالا دیگه روستای ما خانوارهای کمی داشت که اکثرا یا به خاطر گله و کشاورزی نرفته بودن و یا هم مثل کدخدا مخالف ترک روستا بودن و میگفتن قراره یه عده فرنگی بیان واسه آموزش ارتش شاه. اگه همه اهالی روستا رو ترک کنن و برن، منطقه ما رو نشون میکنن برای سربازخونه و آموزش ارتش. منم که مدت کمی بود از شهر برگشته بودم و چند ماهی رو چوپانی کرده بودم، به فکر این بودم که باید یک کاری برای خودم دست و پا کنم، ولی نمیدونستم کجا برم و چه کاری انجام بدم. از طرفی هم حوصلم سر رفته بود، چون اکثر دوستام یا به شهر مهاجرت کرده بودن و یا اونجا درس میخوندن. روستای ما یه مسجد گلی داشت که با کلی تنه درخت که برای سقفش گذاشته بودن ساخته شده بود. تاقچه های سنتی و معراجش هم که با شیشه های رنگی هندسی تزیین شده بود، خود شاه منت گذاشته بود و پس مونده مرمت یکی از کاخهاش رو به مساجد روستاها بخشیده بود تا شاید رشوه‌ای به خداوند باشه، تا شکوه و شوکت شاهیش برقرار باشه و مردم ساده رو خام کنه که شاهتون یه آدم خدا دوسته و مثل شما مسلمانه. همه جای مسجد رو چند تا چراغ نفتی با سلیقه بسیار چیده بودن و یادمه که وقتی شبای ماه رمضان با پدرم میرفتیم توی اون مسجد، چنان لذت و آرامشی بهم دست میداد که هر وقت یادم میاد بغض گلومو میگیره. به خاطر پاکی و معصومیتی که از دست دادم و امروز نه تنها شرمنده مردم و خدای خودم هستم که حتی شرمنده ذره ذره خاک‌های روی دیوار گلی اون مسجد هستم. یادم میاد وقتی بچه بودم پدرم میگفت توی مسجد که میریم خدا و فرشتهاش ازمون پذیرایی میکنن. منم میپرسیدم آخه چجوری؟ من که چیزی نمیبینم. پدرم جواب میداد آخه بچه جون، همه چی که خوراکی نیست، چیزایی هم هست که خدا به همون داده و تا وقتی از دستشون ندیم نمیفهمیم. میگفت انسان همیشه طمع داره و یادش میره چیزهایی رو داره که آدمای زیادی حسرتشو میخورن. یادمه یه روز که سرگرم کبوترهام بودم، یه نفر اومد خونه که قاصد کدخدا بود که حتما یه سر بهش بزنم. منم به خاطر بی‌حوصلگی که از بیکاری نشأت میگرفت فوراً به قاصد کدخدا گفتم تو برو، منم الان میام. قاصد رفت و من هم بعد از اینکه کمی به ظاهر و لباسم رسیدم به سمت خونه کدخدا رحمان راه افتادم. وقتی به خونه کدخدا رسیدم ناگهان با زیباترین مخلوقی که تا اون زمان دیده بودم مواجه شدم. دختری با چشمهایی درشت و لبخندی وصف ناپذیر که موها و ابروهای طلایی رنگش زیباییش رو دو چندان کرده بود. با این حال بیشتر از اون چهره فرشته‌وار اخلاقی نیکو و پسندیده داشت. برام عجیب بود که اون دختر کاملا منو میشناخت اما من اون رو نمیشناختم. ولی به روی خودم نیاوردم و وقتی از احوال پدر و مادرم پرسید و همینطور از دلیل ترک کردن مدرسه دارالفنون سوال کرد، من رو اون چنان غرق خودش کرده بود که صدای کدخدا رو نمیشنیدم. ناگهان صدای بلند کدخدا توی گوشم پیچید که میگفت آهای کرم، با تو هستم، مگه نمیشنوی؟ بیا دیگه. یه تکونی خوردم و به خودم اومدم و انگار که از رویای خوش بیدار شده باشم در حالی به سمت کدخدا میرفتم که نیم نگاهی به اون دختر داشتم. اونم خودشو جمع جور کرد و با سرعت به سمت یکی از اتاقهای خونه کدخدا رفت. به کدخدا رسیدم و کدخدا دستشو گذاشت روی شونم و گفت چیه کرم؟ لابا تعجب کردی که دخترم مرجان اینقدر بزرگ شده. از خجالت سرمو پایین انداختم و کدخدا گفت از تو ناراحتم کرم، چون دارالفنون رو ترک کردی. میدونی من چقدر تلاش کردم تا تو و بقیه بچه‌های روستا رو به دارالفنون بفرستم؟ گفتم درست میگی،
ولی خودت که بهتر از وضعیت خانوادم با خبری. کد خدا به نشونه تایید سر تکون داد و گفت از طرفی هم حق داشتی. خدا بزرگه. انشالله که بعداً میتونی دوباره درس بخونی. البته قاصد فرستادم که چیز دیگه بهت بگم. یکی از چوپانها چند روز دیگه عروسی میکنه. میخوام چند روزی که نمیتونه بیاد ازت خواهش کنم تا تو به جای اون به کمک چوپانهای دیگه گله رو به چراگاه ببری. منم که نمک پرورده کد خدا بودم و هنوز مرجان از توی ذهنم بیرون نرفته بود گفتم این چه حرفیه کد خدا؟ از شما به ما رسیده، شما جون بخوا. هر کار دیگه هم هست بگو انجام میدم. من نمک پرورده شما هستم و نه تنها من بلکه همه مردم روستا همینطور هستن. ما همه تا ابد بدهکار محبت‌ها و کمک‌های شما هستیم. کد خدا در حالی که تبسمی روی چهرش نقش بسته بود گفت من کاری نیستم پسرم. هر چی بوده لطف خدا بوده. منم وسیله بودم. امیدوارم از این به بعد هم بتونم به مردم روستا کمک کنم. حالا برو استراحت کن و فردا صبح زود بیا که با بقیه چوپانها گله رو راهی کنید. منم با چشم گفتنی از ته دل خونه کد خدا را در حالی ترک کردم که تمام وجودم از واژه مرجان پر شده بود. انگار پادشاه تمام دنیا بودم. حتی تو ذهن خودم میگفتم من از شاه هم خوشبخترم. شاه که چنین حالی رو درک نکرده. ناگهان یاد حرف پدرم افتادم که همیشه میگفت خدا قرار نیست همیشه با دادن ثروت و چیزهای مادی آدمو خوشبخت کنه. یه وقتایی هم چیزایی به بندش میده که شاه مملکت هم شاید نداشته باشه. و اون لحظه جوری که صدامو کسی نشنوه یواشو به حالت زمزمه گفتم خدایا چه حال قشنگی دارم. ازت ممنونم. من اون روز رو تا شب تو رویای مرجان بودم و حتی وقت خواب هم که روی پشت بام میخوابیدیم در حالی دراز کشیده بودم و به آسمون نگاه میکردم که چهره مرجان رو توی ماه تصور میکردم. یه حال خیلی قشنگی داشتم که تا اون روز چنین تجربه‌ای رو در روح و جسمم نداشتم. اون شب حالیم نشد که خوابم برد. ولی با صدای مادرم بیدار شدم که میگفت آهای کرم بیدار شو. یهو یادم اومد که باید برم. از جا پریدم و سریع آماده شدم و بهترین لباس هام رو برای چوپانی پوشیدم تا اگر مرجان منو دید ظاهرم مقبولتر و بهتر از یه چوپان باشه. از خونه بیرون زدم و به سرعت راهی خونه کد خدا شدم. اونقدر زود رفته بودم که هنوز چوپانهای دیگه به خونه کد خدا نیومده بودن. وقتی رسیدم خونه کد خدا یهو مرجان رو دیدم که داره شیر میدوشه. نفس هم به شماره افتاد و صدای تپش قلبم رو میشنیدم. جوری که این دفعه برعکس ملاقات قبلی بدنم هم میلرزید. اون حالت توی وجودم میچرخید و مثل یه بیماری بود که از روز قبل بیشتر پیشرفت کرده باشه. سلام کردم و مرجان روشو برگردند و گفت تویی کرم، خیلی زود اومدی. هنوز هوا هم روشن نشده ولی خوب شد که اومدی. بیا کمکم کن اون بز سفید رو بیار و بگیر تا من بدوشمش. منم از خدا خواسته کاری که گفته بود رو انجام دادم. سر بز رو گرفته بودم و مرجان شیر می دوشید و من از شدت عشقی که به خاطر حضور مرجان بود هیچ جمله‌ای به زبونم نمی اومد. به مرجان خیره شده بودم و صدای شیر که به قابلمه می خورد انگار زیباترین صدای دنیا بود که برای عشق من نواخته می شد. یهو مرجان که سرش پایین بود و مشغول شیر دوشیدن بود گفت یه حرفی بزن کرم، چرا انقدر ساکتی؟ با صدای لرزونی گفتم چی بگم؟ به هم گفت از خودت بگو، راستی چرا زن نگرفتی؟ با شنیدن این جملاتش انگار تمام دنیا رو به هم داده بودن و حرف مرجان رو کنایه علاقش به خودم برداشت کرده بودم. با لکنت زبون و تته کردن گفتم آخه هنوز دختری رو ندیدم که ازش خوشم بیاد. از طرفی هم وضع مالی خوبی ندارم، تا خدا چی بخواد.
یهو مرجان با شنیدن این جمله سرشو بالا کرد و نگاه متعجبش رو به من دوخت و گفت خدا خیر بنده هاشو میخواد کرم. مگه خدا جز عاقبت به خیری بندش چیز دیگه هم میخواد؟ زن گرفتن هم اول و آخرش خیر خداست. خدا هم روزی بنده هاشو فراموش نمیکنه. خدا بزرگ کرم و من شنیدم که تو خیلی جوان با خدایی هستی. مرجان حرف میزد و قلب من به قفسه سینم میکوبید و نفسم داشت بند میومد. در حالی که نگاهم میکرد گفت کرم اگه جای من بودی چی میگفتی؟ منی که به دنیا آمدنم به قیمت از دست دادن جون مادرم تمام شد. ولی باز هم میگم حتما یه خیری توش بوده. من پدرم رو به خاطر اینکه زن دوم گرفته نمیبخشم. البته پدرم به خیال اینکه مادرم پسر براش میاره زن دوم گرفت. مرجان یه جور خاصی نگاهم کرد و گفت مگه نمیبینی شیر دوشیدنم تمام شده؟ سر بز رو ول کن. و یه دستی هم به پشت بز زد و باز هم دوید و رفت. به هم گفت اما راست میگی کرم، هر دختری در حد تو نیست. تو هم خوشچهره و جذابی و هم با دین و ایمان. با این حرفش انگار طوفان شدیدی به جسم من فرستاد، جوری که پاهامون قدر میلرزید که به زور سر پا خودم رو نگه داشته بودم. یهو انگار که ذوق کردنم رو فهمید و گفت پر رو نشو کرم، منظورم بیشتر پاکی و با خدا بودنت بود. ناگهان صدای چوپانها رو شنیدم که وارد شدن و در حالی که نگاه مرجان منو دنبال میکرد، چوپانها یه چیزایی رو با هم زمزمه میکردن. انگار که حرف منو میزدن. ولی من اونقدر ذوق داشتم که به هیچی و هیچ کس اهمیت نمیدادم به جز مرجان و مرجان. همچنان که داشتیم گله رو روانه می کردیم، هر از گاهی پشت سرم رو نگاه می کردم و مرجان رو می دیدم که نگاهش به من دوخته شده بود. با هزاران رویا و آرزوی وصال مرجان چنان آسوده و بیخیال از زمین و آسمان بودم که احساس می کردم وزن بدنم اندازه یه پر مرغ شده. با چوب دستی چوپانیم هی و هی کنان به دنبال گوسفندا می رفتم و در حالی به دامن طبیعت و کوهستان وارد می شدم که از سرنوشت شوم خودم و مرجان بیخبر بودم. اون روز رو در خیال خوش مرجان سپری کردم تا اینکه غروب شد و وقت برگشتن به روستا رسید. داشتیم گله رو جمع می کردیم برای برگشتن که یه بز سیاه توی گله بدون هیچ دلیلی از گله جدا شد و با سرعت از کنارم دوید و منم بلافاصله دنبالش دویدم. بز سیاه با سرعت رفت کنار ورودی یه تنگه که اول کوهستان بود. از گله و چوپانها دور شده بودم و صدای واق غیر معمول سگها که تا یه فاصله دنبالم اومده بودن ناگهان تبدیل شد به صدای زوزه هایی که معمولاً سگها وقتی میترسن اینجوری زوزه میکشن و دم خودشون رو لای پاهاشون جمع کردن و برگشتن به سمت گله. چوپانها با صدای بلند فریاد میزدن آهای کرم کجا میری؟ و من خیال میکردم که میگن ما میریم تو بز رو بیار. بز سیاه رو میدیدم و در کمال تعجب توی ورودی تنگه نشسته بود. وقتی بهش رسیدم ناگهان ترسناکترین یا اولین ماجرای ترسناک عمرم اتفاق افتاد. صدایی رو شنیدم که انگار از دهان اون بز بیرون میومد در حالی که میگفت جلوتر نیا کرم بیچاره. با خودم گفتم لابد به خاطر فکر و خیال زیاده به مرجان توهم زدم. اما یهو گفت کرم بیچاره، مرجان مال تو نیست که این همه بهش دل بستی. خیال کردم کار یکی از چوپان هاست که پشت تنگه قایم شده و حتما اون هم دل به مرجان بسته و حالا با کمک بقیه چوپان ها این نقشه رو کشیده. من که دیگه مطمئن شده بودم کار یکی از چوپان هاست جلوتر رفتم و گفتم وقت این حرفا نیست، شب میشه ها. اگه گوسفندی از گله گم بشه یا گرگ به گله بزنه مسئولش خودتی ها. یهو دیدم چشمای همون بز قرمز شد و گفت ای کرم احمق، خیال میکنی چون مرجان بهت گفته چرا زن نمیگیری دیگه همه چی تمومه؟
اینو که شنیدم سر جام خشکم زد. هرچی بسم الله کردم و چشمامو باز و بسته کردم بیفایده بود و اون بز در حالی که همونجا نشسته بود گفت بیفایده است کرم، تو خواب نیستی. اون اسمی هم که صدا میزنی نمیتونه مرجان رو بهت بده و نه من با اسمش میرم. از ترس نفسم بند اومده بود و انگار چیزی راه گلوم رو گرفته بود. تمام شهامتم رو جمع کردم و گفتم چی از جون من میخوای؟ با صدای بلندی خندید و گفت از من نترس کرم، من دوست تو هستم. کسی که میتونه تو رو به وصال مرجان برسونه من هستم. بهش گفتم خب پس کمکم کن. اون بز سیاه به خودش تکونی داد و گفت برای انجام شرطی دارم. باید در قبال این کار هر کاری که ازت میخوام رو انجام بدی. با ترس پرسیدم مثلا چه کاری؟ بهم گفت امشب رو تا صبح اسم من رو صدا بزن و ازم کمک بخواه. من کندو هستم. اگه این کار رو انجام ندی هیچ وقت به وصال مرجان نمیرسی. داشتم فکر میکردم شرطشو بپذیرم یا نه که یه دست روی شونم نشست. جا خوردم و فریاد بلندی کشیدم و وقتی برگشتم دیدم یکی از چوپان هاست. با تعجب نگاهم کرد و گفت چت شده تو؟ نترس منم. چرا یهو دویدی اینجا؟ چرا هرچی صدات زدیم نشنیدی و حتی پشت سرتم نگاه نکردی؟ یه لحظه به ذهنم رسید که همه اینها کار خودش بوده. یقشو گرفتم و گفتم کار تو بود مادر به خطا، و همزمان که گلوشو فشار میدادم میگفتم هدفت از این کار چیه؟ بیچاره به نفس نفس افتاده بود و به زور گفت دیوانه شدی کرم، من کاری نکردم. نفسش بند اومده بود و داشت میمرد که ولش کردم و همزمان نفس عمیقی کشید و گفت معلومه چت شده کرم، با کی حرف میزدی؟ به خدا من کاری نکردم، میتونی از بقیه بپرسی. اونا به هم گفتن برو کرم رو بیار. منم که حرفاشو باور نکرده بودم گفتم بعدن به حسابت میرسم. و در حالی که به سمت گله و بقیه چوپانها میرفتم گفتم اون بز رو با خودت بیار. یهو پرسید کدوم بز؟ اینجا که بزی نیست. در حالی که رومو به سمت بز برمیگردوندم گفتم مگه کوری؟ یهو دیدم هیچ بزی اونجا وجود نداره. بعد اون چوپان که اسمش کوهزاد بود گفت حالت خوبه کرم، کدوم بز رو میگی؟ با تعجب گفتم پس کجا رفت؟ یه بز سیاه بود، از توی گله فرار کرد و منم دنبالش اومدم. کوهزاد در حالی که به هم خیره شده بود گفت من پشت سرت بودم کرم، هیچ بزی فرار نکرد. نه تنها من بلکه بقیه بچه ها هم تعجب کرده بودن. جوری میدویدی که ما فکر کردیم از چیزی فرار میکنی و سگها هم دنبالت اومدن. ولی بعدش سگها انگار جن دیده باشن با ترس و زوزه کشان برگشتن و رفتن وسط گله قایم شدن. به سمتش رفتم و گفتم تو رو به روح پدرت که تازه فوت کرده قسم میدم. داری مسخرم میکنی کوهزاد؟ سر تکون داد و گفت به روح پدرم مسخرت نمی کنم. فقط قبل از اینکه تو شروع به دویدن کنی یه قسمت از گله یهو رم خوردن و هر کدومشون به یه طرفی رفتن. کوهزاد با گفتن این حرف خودش یکم به فکر فرو رفت و بدون اینکه به من چیزی بگه به سمت گله فرار کرد. منم بی اختیار دنبالش دویدم و همین که به گله و چوپانها رسیدیم اونا هم ترس برشون داشت. ولی کوهزاد قضیه رو جمع جور کرد و گفت هیچ خبری نبود. کرم یه بچه آهو دیده بود و به خیال اینکه میتونه اونو بگیره افتاده بود دنبالش. با این کار کوهزاد خیلی شرمنده شدم، به خاطر اینکه ماجرا رو نگفت و آبرومو خریده بود. اگر کوهزاد چیزی میگفت شاید به گوش مرجان هم میرسید و با خودش فکر میکرد لابد من دیوانه و دعایی هستم. وقتی به سمت روستا برمیگشتیم کوهزاد اعتراف کرد که خودش هم بدجوری ترسیده بود و به خاطر همین به سمت گله فرار کرد.
به روستا که رسیدیم به خونه کت خدا رفتیم و در حالی که داشتیم گوسفندا رو داخل آغل جا می کردیم دیدم که چند تا اسب نژاددار هم توی استبل هستن. من و کوهزاد بعد از اون ماجرا با هم رفیق شده بودیم و به هم گفت صدای شرف جهان زن کت خدا رو شنیده که یکی از نزدیکان شاه مهمونشونه. اونجا بود که فهمیدم چرا اسبها اینقدر خوش نژاد بودن. هرچی نگاه کردم مرجان رو ندیدم. وقتی به خونه رسیدم طبق معمول شام خوردم و اونقدر خسته بودم که رفتم روی پشت بام و توی رخت خواب دراز کشیدم. به ستاره های آسمون نگاه می کردم و چند برابر شب قبل مست عشق مرجان بودم. اونقدر غرق افکارم بودم که نفهمیدم کی خانوادم اومدن و خوابیدن. در رویای وصال مرجان غوطه‌ور بودم که صدای بال زدن جغدی اومد و همزمان که روی شاخه درخت نشست آواز شومش رو سر داد. ناگهان مادرم از خواب پرید و با نگرانی گفت خیر باشه، خیر باشه. من که از لابلای فکر و خیال مرجان تازه صدای جغد و صدای مادرم رو شنیده بودم، ناگهان به یاد اون بز سیاه و حرفهایی که به هم زده بود افتادم. تا نزدیک اذان صبح صدای اون جغد شوم به گوش می رسید. نمیدونم چی شد که اون روز صبح خواب افتادم و حتی پدر و مادرم یادشون نبود که بیدارم کنن. نور آفتاب که به صورتم تابید بیدار شدم و دویدم که آماده رفتن بشم. با عجله در حال پوشیدن لباس بودم که صدای پدرم رو شنیدم و به مادرم می گفت نفهمیدی کی بودن؟ مادرم جواب داد میگن یکیش همسر ناصرالدین شاه بوده. دلم برای مرجان می سوزه. بیچاره اونقدر سیاه بخت بود که از روز تولدش مادرشو از دست داد. حالا هم باید به عنوان یک تحفه صیغه شاه بشه. کت خدا آدم خوبیه و مرجانو خیلی دوست داره. میدونم که با این کار مخالف بوده، ولی همش زیر سر شرف جهان بوده که مادر مرجان رو هم از همون اول چیز خور کرد. اونقدر طلسم و دعا کرد در حقش که سر زامرد و مرجان بیچاره هنوز هم باید تاوان کینه شرف جهان رو بده. حتما نقشه کشیده که با این کار باعث پیشرفت دامادهاش بشه تا بابت این خوشخدمتی از شاه لقب بگیرن و مرجان که این وسط قربانی زیاده خواهی شرف جهان شده بعد مرگ شاه هم مثل زنای پدر بزرگش بابا خان یا فتح علی شاه یا باید آواره بشه یا هم وقتی که پیر شد یه پولی دستش بذارن و بهش بگن به سلامت. تا اون موقع هم معلوم نیست کت خدا زنده باشه یا نه. اگه کت خدا هم بمیره دیگه هیچ جایی رو نداره که بره. زیبایی مرجان هم بلای سرنوشت و تقدیرش شد. با شنیدن حرفهای مادرم خشکم زده بود که پدرم گفت حالا چرا اینقدر زود و بیخبر بردنش؟ مادرم جواب داد آخه سوگلی ناصرالدین شاه برای خوشحال کردنش حاضر تمام دخترای زیبای این مملکت رو به عقد این شاه هوسباز در بیاره. میخواد اینجوری خودش رو بیشتر از زنای دیگه توی دل شاه جا کنه. بیچاره مرجان رو همون دیشب که اومدن دنبالش بردنش. شنیدن اون حرفها باعث شد تمام آرزوهام برباد بره. انگار که از نوک قله قاف افتاده بودم پایین. میدونستم که هر دختری رو از طرف شاه دست بذارن روش دیگه نمیشه هیچ کاری کرد. حتی پدر و خانواده دختر کاری از دستشون بر نمیاد. شنیده بودم که شاه یه روحانی رو وادار کرده تا فتوا بده تمام زنای ایران و همینطور دخترها به شاه حلالن و هیچ زن و دختری حق نداره از شاه رو بگیره. فتوایی که باعث شده بود کسی نتونه اعتراضی به هوسبازی شاه کنه. اون روز صبح از کت خدا خیلی عصبانی بودم و دیگه به خونه کت خدا نرفتم تا اینکه شب قاصد کت خدا اومد دنبالم. بهش گفتم به کت خدا بگو مریضم و نمیتونم بیام. ولی گفت کت خدا به هم گفته به کرم بگو میدونم چرا نیومدی، ولی حداقل برای شنیدن حرفام به اینجا بیا. اما من یه آدم دیوونه و کر و لال شده بودم.
بدون اینکه با کدخدا و یا کس دیگه‌ای حرفی بزنم با همون پول کمی که داشتم راهی تهران شدم. به خونه همولایتی هام رفتم و 1 ماهی اونجا بودم. همون 6 نفری که با هم خونه اجاره کرده بودیم و توی دارالفنون با هم درس میخوندیم. روزها کارم این شده بود که بی هدف اطراف کاخ شاه پرسه میزدم و شبها اونقدر گریه میکردم که وسط میدانی که روبروی مسجد شاه بود خوابم میبرد. یکی از همون شبها وسط میدان روی زمین خوابیده بودم که صدای آواز جغد به گوشم رسید. با حالتی خسته و زمزمه وار گفتم: آواز تو برای هر کی شوم باشه برای من دیگه نیست. من همه چیزم را از دست دادم. دیگه مثلا از چی باید بترسم؟ ناگهان حس کردم کسی بالای سرم ایستاده. برگشتم و زنی رو دیدم که نقاب به صورت داشت. داشتم از خودم میپرسیدم خدای این زن این وقت شب اینجا چی میخواد؟ که شروع به صحبت کرد و گفت: آوارگی به تو کمکی نمیکنه. بلند شو دنبالم بیا. منم که دیگه هیچی برام مهم نبود بلند شدم و دنبالش راه افتادم. از کوچه پس کوچه های تاریک گذشتیم تا اینکه به خونش رسیدیم. در رو باز کرد و وارد شد و منم بدون هیچ تعارفی پشت سرش رفتم داخل. با نگاهم توی خونش دنبال شوهرش یا بچه هاش میگشتم که انگار میدونست چه فکری میکنم و گفت: کسی اینجا نیست. دستشو برد سمت نقابشو. وقتی نقابشو برداشت یه ترسی توی دلم افتاد، ولی اونقدر از زندگی سیر بودم که سریع ترسم فروکش کرد. ازم پرسید: چرا تعجب نکردی؟ پیرزنی لاغر با پوستی چروکیده روبروم ایستاده بود که وقتی لبخند زد دندونی توی دهن نداشت و به جای اینکه زیبا بشه چهره‌ای ترسناک به خودش گرفته بود. یهو لبخندش محو شد و چهره جدی به خودش گرفت و گفت: میخوام کمکت کنم تا مرجانت رو ببینی. از شنیدن این حرف هم تعجب کرده بودم و هم نور امیدی توی دلم روشن شده بود. ازش پرسیدم: تو کی هستی؟ چجوری میخوای کمکم کنی؟ کمی جلوتر اومد و گفت: فردا خودت میفهمی، ولی یک شرط داره. بدون هیچ فکری گفتم: هر شرطی باشه قبول میکنم. کمی نگاهم کرد و بعد سر تکون داد و گفت: پس بدون هیچ حرف و سؤالی دنبالم بیا. راه افتاد و منم با ذوق دنبالش رفتم. روبرومون یه پنجدری بود و زیرش زیرزمینی بود که بوی خیلی بدی ازش میومد. چراغ نفتی توی دستشو بالا گرفت و در حالی که از پله ها پایین میرفت گفت: دنبالم بیا کرم. وارد زیرزمین که شدم نقش و نقوشی روی زمین کشیده شده بود و پیرزن بهم گفت: وسط اون دایره بشین و پشت به قبله سجده کن. من هم بدون هیچ معطلی سجده کردم و چیزهایی که پیرزن میگفت رو تکرار کردم. فضای زیرزمین سنگین شده بود و نفس کشیدن برام سخت شده بود. پیرزن که ساکت شد چنان ترسی برم داشت که بدون هیچ معطلی سرمو بالا گرفتم و نگاه کردم. با دیدن موجود عجیبی که روبروم ایستاده بود توی همون حالت سجده دستامو به زمین میفشردم و خودم رو به عقب هل میدادم تا اینکه به بدن پیرزن برخورد کردم. سر جام خشکم زده بود و به اون موجود نگاه میکردم که پیرزن رو به اون موجود گفت: کارهایی که خواسته بودید رو انجام دادم و از این لحظه به بعد این جوان در عهد شماست. ناگهان اون موجود خنده بلندی سر داد که 4 ستون بدنم شروع به لرزیدن کرد. سرم رو پایین انداخته بودم تا بیش از این نترسم که با صدای پیرزن به خودم اومدم و گفت: تموم شد کرم، حالا دیگه تو دستیار من هستی. آدم خوششانسی هستی که ارباب تو رو انتخاب کرده. حالا به جای اینکه آواره باشی و مجنون، به ارباب خدمت میکنی تا تو رو به خواستت برسونه. تقریبا حالیم شده بود که به چه راهی قدم گذاشتم، ولی دیگه برام مهم نبود. حالا یه جورایی انتقام از شاه و ملازمان پاچه خارش که خون مردم رو مکیده بودن برام مهمتر بود.
پیرزن خودش رو توران معرفی کرد و گفت امشب رو استراحت کن و فردا آماده باش تا برای رسیدن به خواسته ها تلاش کنی. اون شب رو توی یکی از اتاقهای خونه توران خوابیدم و صبح زود که بیدار شدم چشمم به لباسهای فاخری افتاد که در کنارم گذاشته شده بود. صدای توران رو شنیدم که گفت باید به کاخ شاه بریم، لباسهاتو تن کن و بیا. لباسها رو پوشیدم و به دنبال توران راه افتادم. وقتی که وارد کاخ ناصرالدین شاه شدیم توران به آرومی گفت حواست باشه که تو از امروز دستیار منی. همین که وارد تالار کاخ شدیم چند تا خواجه کوتوله دویدن به سمت توران. دورش حلقه زدن و یکی می گفت طلسم خانم چی شد؟ اون یکی می گفت خانم اصرار داره شما رو ببینه. و یکیشون در حالی که کیسه‌ای پر از سکه به توران میداد گفت این سکه ها رو خانم بزرگ شمس الملوک به عنوان انعام دادن. از اون روز به بعد من شدم دستیار توران و برای رسیدن به مرجان حاضر به هر کاری بودم، حتی اگر اون کار بندگی افریتی به نام کندو بود. بعد از مدت کوتاهی من بالا مقام ترین ساحر شاه و دربار بودم، اما برای رسیدن به مرجان باید شاه را از سر راه بر می داشتم. ناصرالدین شاه ترور شد و من دسیسه اون رو چیده بودم با نمایش ظلم‌های حکومت به میرزا رضای کرمانی. البته که وسوسه های کندو هم در این کار تأثیر زیادی داشت. اگرچه من به تمام خواسته هام رسیدم، ولی حالا که این نوشته ها رو کتابت می کنم تنها خاطره‌ای که از روزهای معصومیتم به جا مونده اولین دیدارم با مرجان بود. من که توی دربار به ملا کرم شهرت داشتم بعد از سالها تونستم مرجان رو به دست بیارم. وصالی که عمر کوتاهی داشت و 2 سال بعد در یک شب سرد زمستانی مرجان که سینه پهلو کرده بود از دنیا رفت و منو تنها گذاشت. حالا بعد از سالها دلم برای کرمی که عاشق اون مسجد ساده بود تنگ شده. برای پدر و مادرم که حتی سر خاکشون هم نرفته بودم. اون کرم معصوم مرد و ملا کرم بدزاد که هر شب در خواب با شیطانی به نام کندو هم بستر می شد جای اون رو گرفته. من زیبایی و پاکیم رو فقط به خاطر امید بستن به غیر خدا از دست دادم. از همون شبی که پا به خونه توران گذاشتم و بندگی شیطان رو شروع کردم.